به نام خدا. دوستان عزیز سلام، وقت همگیتون بخیر. قبل از آغاز تدریسم به رسم ادب یه عذرخواهی میکنم بابت صدای بیحال و گرفتم. به هر حال از یه طرف بحث سرماخوردگی، از یه طرف هم نمیخواستم اون قولی که بهتون دادم عقب بیفته و دوست دارم که محتوای تدریس خلاصه‌وار و نکته محور نیم سال 1/12 رو به اتمام برسونم براتون. اما به هر حال بابت صدای گرفتن پوزش میطلبم. هدفمون این هستش که شما برای آزمون 21 دی ماه انشالله آماده بشید و نتیجه خوبی کسب کنید، یه پیشرفت خوبی داشته باشید. عرضم به محضرتون که یه موردی که حالا توی همه ویدیوها حتما بهش اشاره خواهم کرد، به خاطر اینکه یه سری دوستان بالاخره ممکنه این ویدیو اولین ویدیویی باشه که میبینند، در رابطه با روند تدریس من عرضم به خدمتت که روی این محتواها قضاوت نکنید. اینها صرفاً خلاصه‌وار و نکته محور هستند و اگر میخواید نمونه تدریس های من رو داشته باشید به ویدیوهای دیگه، مخصوصاً حالا گفتار 2 فصل 2 خب به سوی پروتئین رو میتونید داشته باشید. بقیه مباحث هم هستن ولی خب اونا کوتاه هستن، این بلند و جامع هستش. میتونید از اون طریق بالاخره به نحوه تدریس بنده پی ببرید. بسیار خوب، بریم سراغ مبحثمون. گفتار 3 پروتئین ها، فصل 1/12. علاوه بر دنا و رنا که در یاخته ذخیره و انتقال اطلاعات را بر عهده دارند، مولکول‌های دیگری نیز هستند که به انجام فرآیندهای مختلف یافته‌ای کمک می‌کنند. از جمله این مولکول‌ها پروتئین‌ها هستند که نقش بسیار مهمی در فرآیندهای یافته‌ای دارند. دوستان، اگه به شما بگه ذخیره و انتقال اطلاعات، فقط دنا رو نمیگیرید، رنا رو هم مد نظر قرار میدید. اما اگه بگه که مولکول‌هایی که انجام فرآیندهای مختلف یافته‌ای رو بهش کمک می‌کنند، دنا، رنا و پروتئین. خب معمولا اینجور سوالات رو میبینید، سوالات نسبتاً پیچیده‌ای هم ازش مطرح میشه. البته پیچیده نیستا. دلیل این که شماها اینها رو پیچیده میبینید اینه که به پاراگراف‌های اول و پاراگراف‌های آخر زیاد توجه نمی‌کنید تو هر مبحث. این رو سریع میخونید که برید سراغ بقیه مطلب. خب در حالی که میاد از این سوال مطرح میکنه و شما نمیتونید پاسخ بدید. دلیل عدم دقت به پاراگراف‌های اول و آخر. اینو همیشه الگوی کار خودتون داشته باشید. همه جملات کتاب زیست شناسی به جز اکثر بیشتر بدانید ها و همه واژه شناسی ها و اینها، هر آن چیزی که زیرنویس هستش، چه میدونم گاهی بعضی پاورقی ها که به موقعش اشاره میکنم و خواهم کرد و متن کتاب شکل دیگه کاملا حائز اهمیت هستند. بسیار خوب. ساختار آمینو اسیدها. پروتئین ها بسپارهایی از آمینو اسیدها هستند. نوع، ترتیب و تعداد آمینو اسیدها در پروتئین ساختار و عمل آنها را مشخص میکنه. این جمله رو علامت بزن. نوع، ترتیب و تعداد آمینو اسید. جلوتر یه موضوع دیگه ای داریم، به اونم اشاره خواهم کرد. آمینو اسیدها همونطور که از نامشان برمیآید یک گروه آمین، یک گروه اسیدی یعنی کربوکسیل دارند. اوکی؟ دقت بفرمایید. حالا اینجاشم بخونم توضیح بدم. همانطور که در شکل 15 میلی گروه آمین و کربوکسیل به همراه یک هیدروژن و گروه آر همگی به یک کربن مرکزی متصلند و 4 ظرفیت آن را پر می‌کنند. اوکی؟ مبحث خیلی قراقاتیه با شیمی، ولی باید بلد باشید. نگید که اینا شیمیه به درد زیست و فلان نمیخوره. باید بلد باشید، هم ترکیب آمین رو، هم ترکیب کربوکسیل رو، همین که بالاخره کربن مرکزی هستش و 4 ظرفیتش پر میکنند و اینا رو باید مشترکاً بین شیمی و زیست بلد باشید. گروه آر در آمینو اسیدهای مختلف متفاوت است و ویژگی‌های منحصر به فرد هر آمینو اسید به آن بستگی دارد. اینو می‌خواستم بگم که توی هر آمینو اسید کربوکسیل، آمین،
هیدروژن فیکس هستن و محتوای گروه آر هستش که عرضم به خدمتت باعث تفاوت در آمینو اسید با آمینو اسید دیگر میشه. هر آمینو اسید میتواند در شکل دهی پروتئین مؤثر باشد، نه اینکه حتما میتواند. علامت بزن اون قید رو. و تأثیر آن به ماهیت شیمیایی گروه آر بستگی دارد. اوکی؟ حالا توی این عرضم به محضرت که بیشتر بدانید، تنها چیزی که به درد ما میخوره اینه که آقا گروه آر میتونه هم فقط یک هیدروژن باشه، هم میتونه یه بنزن داشته باشه، هم میتونه اوهاش داشته باشه. خب میتونه قطبی باشه، میتونه ناقطبی باشه. گروه آر رو صرفا عرض میکنم. خب حتی میتونه باعث بشه که ما در ساختار مثلا پروتئین گوگرد داشته باشیم. ملاحظه میکنید؟ این بیشتر بدانید از اونایی هستش که صرفا این اطلاعاتی که به ما داده میتونه به درد بخوره در مورد تفاوت‌های گروه آر در آمینو اسیدها. خب و الا اینکه بیایم بگیم که آقا شما باید ساختار متیونین و فلین آلانین و سرین و آلانین و گلایسین و اینها رو بلد باشید، نه خیر. این دیگه توی بیشتر بدانید مطرح شده. صرفا این رو داشته باشید که آقا این تفاوت‌ها رو گروه آر میتونه داشته باشه. عملاً گروه آر هیچ قاعده و قانونی نداره که حتما باید ناقطبی باشه، حتما باید قطبی باشه. فقط گروه آر رو عرض میکنم. یا مثلا فرضاً گوگرد نباید داشته باشه، فسفر نه هیچ عرضم به خدمتت قاعده و قانونی نداره. پیوند پپتیدی آمینو اسیدها را به یکدیگر وصل میکند، متصل میکند. آمینو اسیدهای مختلف با حضور آنزیم واکنش سنتز آبدهی را انجام میدهد. روی اون آنزیم بنویس رنای ارزم به خدمتت رناتنی RNA. اوکی؟ آنزیمی هستش که این کار رو انجام میده. در این نوع واکنش با خروج یک مولکول آب، یک آمینو اسید با آمینو اسید دیگر پیوند اشتراکی ایجاد میکند. کنارش بنویس واکنش سنتز آبدهی. یه مولکول آب خارج میشه دیگه. این پیوند اشتراکی بین آمینو اسیدها را پیوند پپتیدی میگویند. میتونی بنویسیم بین کربن کربوکسیل و نیتروژن ارزم به خدمتت آمین. شکل 16 الگوی ساده ای از چگونگی تشکیل این پیوند را نشان میدهد. خب بچه ها من سعی میکنم تون تدریس کنم که محتوامون بیشتر از 1 ساعت نشه. هدفم این هستش واسه هر گفتار که زمان زیادی از شما نگیره. ولی خب شما هر جا نیاز داشتید استاپ کنید و مطالب رو بنویسید. وقتی تعداد زیادی آمینو اسید با پیوند پپتیدی به هم وصل میشوند، زنجیره‌ای از آمینو اسیدها به نام پلی‌پپتید تشکیل میشود. پروتئین‌ها از یک یا چند زنجیره بلند و بدون شاخه از پلی‌پپتیدها ساخته شده‌اند. خب ببینید توی ساختار 4 که جلوتر خواهیم خوند، پروتئین رو منشعب در نظر نگیرید. 4 تا مثلا آمینو اسید، 3 تا آمینو اسید، رشته پلی‌پپتیدی 3 تا هر چند تا میان در کنار هم قرار میگیرند. خب انشعاب حاصل نمیشه. اینا در کنار هم قرار میگیرند و ساختار 4 تشکیل میشه. این رو لطفاً با ارزم به خدمتت که منشعب بودن اشتباه نگیرید. هیچ پروتئینی منشعب نیست. اوکی؟ در مورد پلی‌پپتید هم اینجا توی شکلی توضیح بدم. ببین OH مربوط به کربوکسیل یا COOH از اینجا کنده میشه. هاش مربوط به NH2 از اینجا کنده میشه. اینها میرن به هم میپیوندند. مولکول H2O رو تشکیل میدن. اسم این میشه سنتز آبدهی. اسم این فرایند کربن کربوکسیل خب وصل میشه به نیتروژن آمین و به این پیوندی که تشکیل میشه، این پیوند میگن پیوند پپتیدی. اوکی؟ یه موضوع دیگری هم که باید بهش دقت کنید این هستش که توی آمینو اسید اول که طبق آموخته های کتاب درسی ما متیونین هستش، گروه آمین آزاد هستش و توی آمینو اسید آخر از رشته پلی‌پپتیدی گروه کربوکسیل آزاد هستش. پس ابتدا میشه اون قسمتی که آمین داره، انتها میشه اون قسمتی که
کربوکسیل داره. این رو هم دقت بهش داشته باشید که اینجا هم تشکیل مولکول‌های H2O رو داره نشون میده که دو تا پیوند پپتیدی تشکیل شده از 3 تا آمینو اسید و 2 تا H2O آزاد شده. اوکی؟ بله ادامهش موند، ببخشید. هر نوع پروتئین ترتیب خاصی از آمینو اسیدها را دارد که با استفاده از روش‌های شیمیایی آمینو اسیدها را جدا و آنها را شناسایی می‌کنند. خب عرضم به محضرت که اگرچه در طبیعت آمینو اسیدها در طبیعت انواع گوناگونی دارند، اما فقط 20 نوع از آنها در ساختار پروتئین ها به کار می‌روند. اوکی؟ عرضم به محضرتون که آمینو اسیدها در طبیعت انواع گوناگونی دارند، به چه دردی می‌خورند اصلا برای ما مهم نیست. خب مبحث کتاب درسی ما نیست. 20 نوع از اونها در ساختار پروتئین به کار می‌روند. حالا این 20 نوع از آنها در ساختار پروتئین به کار می‌روند، چقدر تفاوت ایجاد می‌کنند در انواع پروتئین‌ها یا چه قاعده و قانونی دارند؟ اولا بگیم که هیچ قاعده و قانونی ندارند به جز اینکه طبق آموخته‌های کتاب درسی ما این آمینو اسید اول باید متیونین باشه. یعنی وقتی که مثلا یه رشته حالا پپتیدی 3 تا آمینو اسیدی داریم، یک حالت، 20 حالت، 20 حالت. جایگشتش میشه 400 حالت. یکی دیگه بهشون اضافه بشه 1 20 20 20 8000 حالت. ملاحظه میکنید چقدر پروتئین های متنوعی ممکنه ساخته بشه. حالا شما تصور کنید که پروتئین بسپار هستش، هزاران آمینو اسید مثلا شاید در کنار هم قرار میگیرن یه پروتئین خاصی رو میسازن. شما تصور بفرمایید که چقدر میتونه این موضوع حساس و مهم باشه و چه نظمی در بدن ما حاکم هستش سر این قضیه. بسیار عالی. سطوح مختلف ساختاری در پروتئین ها. شکل فضایی پروتئین نوع عمل آن را مشخص می‌کند. این جمله رو علامت بزن. بیا صفحه قبلی. عرضم به محضرت که اینجا این جمله نوع، ترتیب و تعداد آمینو اسیدها در پروتئین ساختار و عمل آنها را مشخص می‌کند. این جمله رو هم علامت بزن. تفاوت‌های این دو جمله رو تو ذهنت داشته باش. خب میتونه حالا سوال پیچیده ازش مطرح کنه. یکی از راه‌های پی بردن به شکل پروتئین استفاده از پرتوهای X است. خب پرتوهای X رو تا به حال چند جا داشتیم؟ یکیش توی بحث عرضم به خدمتت که فصل 3/11 بود که عکس هایی که از شکستگی های استخوان میگیرند. خب یکیش توی بحث آزمایش های مربوط به هوکینز و فرانکلین بود که اونجا از پرتو X برای شناسایی حالا دنا استفاده کردن، عکس برداری کردن از دنا. و اینجا هم میاد میگه که برای پی بردن به شکل پروتئین یکی از راه‌ها استفاده از پرتو X است. با استفاده از تصاویر حاصل از آن و روش‌های دیگر محققین به ساختار سه‌بعدی پروتئین‌ها پی میبرند. خب ساختار سه‌بعدی رو علامت بزن که در آن حتی جایگاه هر اتم را میتوانند مشخص کنند. هر اتم را علامت بزن. اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد میوگلوبین بود. برای اون دوستانی که این ویدیو در واقع اولین محتوایی هستش که از چنل اپیژن میبینن، عرضم به خدمتتون توضیح میدم. دوستان من یه روالی دارم، به دانش آموزای خودم هم عرض میکنم. هر کلمه ای که با یک کلمه دیگر میتونید اشتباهش بگیرید، اون اشتباه رو با خودکار آبی رو همون کلمه بنویسید، با خودکار قرمز روش یک ضرب در بکشید. خب بالای میوگلوبین بنویس هموگلوبین و یه ضرب در روش بکش. آیا به یاد میآورید میوگلوبین در بدن چه نقشی دارد؟ ذخیره اکسیژن در ماهیچه. این پروتئین از یک رشته پلی‌پپتید تشکیل شده است.
ساختار پروتئین ها در 4 سطح بررسی می شود که هر ساختار مبنای تشکیل ساختار بالاتر است. هر ساختار مبنای تشکیل ساختار بالاتر است. یعنی ساختار دوم به ساختار اول وابسته است. خب عرضم به محضرت که ساختار سوم به ساختار دوم و اول، ساختار چهارم به سوم، دوم و اول. یعنی بیاد بگه که پروتئینی با ساختار سوم حتما ساختار دوم و اول رو داره و به همین ترتیب. یعنی ویژگی هایی که ساختار دوم و اول خواهند داشت توی ساختار سوم هم میشه دید. اوکی؟ و اما این شکل ها یه مقدار کم توجهی میشه بهش از طرف داوطلب‌ها و معمولاً یه سری سوالات نسبتاً آسان ازشون مطرح میشه، ولی خب چون اصلاً بهش توجه نمی کنیم متاسفانه امتیاز سوال رو از دست میدیم. خب توی ساختار اولین موضوعی که بهش دقت خواهیم کرد اینه که کربوکسیل آمینو اسید وصل میشه به نیتروژن آمین. خب و این رو باید در نظر داشته باشیم که اولین، عرضم به محضرت که پیوند پپتیدی بین کربوکسیل اولین آمینو اسید و آمین دومین آمینو اسید تشکیل میشه و این قرمزه که اینجا کشیده پیوند پپتیدی هستش، یه نوع پیوند اشتراکی هستش و حاصل سنتز آبدهی هستش. اوکی؟ عرضم به محضرتون حالا اینجا NH2 رو، این ادامه رو اینجا متاسفانه نکشیده، یه ایرادی هستش که ای کاش این کار رو انجام نمیداد، ولی خب به هر حال یه دونه من پیشنهاد میکنم عین این، یه دونه NH2، البته عین این الان توضیح میدم، اینطوری به سمت بالا اینطوری یه دونه N بکشید و 2 تا هیدروژن براش بذارید که این یادتون بمونه. خب موضوع دومی که باید بهش توجه کنی اینه که آمینو اسیدها به حالت بالا پایین نسبت به هم قرار گرفتند. خب یعنی ببین مثلا گروه آر این رو به پایینه، گروه آر این رو به بالاست، یا گروه اکسیژن دوگانه متصل به در واقع کربن کربوکسیل اینجا رو به بالاست، اینجا رو به پایینه و به همین ترتیب ادامه پیدا کرده. و موضوع سوم اینه که توی هر آمینو اسید هم آر و این مثلا اکسیژن دوگانه با هم روال برعکس دارند. این رو هم در خاطرتون داشته باشید. هیدروژن متصل به، عرضم به محضرت که گروه آمین، حالا این هیدروژنی که تو پیوند پپتیدی از دست نمیره. خب و هیدروژن عرضم به محضره که متصل به کربن هم با هم در یک جهت قرار گرفتن. اینها میتونه سوالات چالشی باشه واسه خیلی ها. شما از الان اینها رو داشته باشید که دیگه واسهتون چالشی نداشته باشه. اوکی؟ هر آمینو اسید هم دقت میکنید که 2 تا کربن داره توش، حداقل شاید توی گروه آر هم داشته باشین که یکیش کربن مربوط به در واقع کربن مرکزی است، یکی هم کربن مربوط به کربوکسیل و کربن های دیگر رو هم ما میتونیم نه حتما میتونیم در گروه آر داشته باشیم. خب ساختار دوم دوستان، ساختار دوم یه دونه ساختار صفحه‌ای رو داریم که حالا همون توضیحاتی که توی ساختار اول دادم اینجا هم مطرح هستش. موضوع بعدی اینه که توی ساختار دوم خب ما میدونیم که پیوند هیدروژنی اون زمانی تشکیل میشه که عرضم به محضرت که اکسیژن خب وصل بشه به هیدروژن، خب یا نیتروژن وصل بشه به هیدروژن یا فلور وصل بشه به هیدروژن. اون هم هیدروژنی که باز وصل به نیتروژن، عرضم به خدمتت که اکسیژن یا فلور. درسته؟ خب اینجا ما تنها در واقع اکسیژنی که داریم وصل به کربن و تنها هیدروژنی که داریم وصل به نیتروژن. اوکی؟ مکس های بنده رو عذرخواهی میکنم، بالاخره یه مقدار حالم خوش نیست، ببخشید دیگه، نمیخوام محتوا زیاد عقب بیفته. به بزرگواری خودتون حالا نقص های این ویدیوها رو ببخشید. عرضم به محضرت که اینجا
ما میگیم که هیدروژن متصل به نیتروژن خب وصل میشه به اکسیژن. اوکی، کدوم اکسیژن آزاده؟ اکسیژن متصل به کربن کربوکسیل. درسته؟ هیدروژنی هم که به نیتروژن وصل هستش صرفا توی گروه آمین دیده میشه. پس اینها به این حالت وصل میشه و عرضم به محضرت که حالت منظمی هم نداره که بگیم مثلا هیدروژن فلان آمینو اسید وصل میشه به اکسیژن اون یکی آمینو اسید. اما توی ساختار مارپیچ میایم میبینیم که دوباره همون روال مطرح هستش که هیدروژن فلان وصل میشه به اکسیژن فلان، منتها یه حالت منظمی داره که حالا توی این شکل شاید زیاد واضح نباشه، ولی من خدمتتون میگم که یادداشت بفرمایید. اولا آمینو اسید اول پیوندی نداره، آمینو اسید دوم وصل میشه به ششم، آمینو اسید سوم وصل میشه به ارزم به خدمتت که هفتم. یه حالت انگار دنباله‌وار هستش که بین دوم و ششم 4 تا آمینو اسید، بین سوم و هفتم 4 تا آمینو اسید، بین چهارم و هشتم ارزم به خدمتت که باز هم 4 تا آمینو اسید با هم فاصله دارن و ساختار مارپیچ رو به این حالت تشکیل میدن. این اعداد رو تو ذهنتون داشته باشید، حتی اگه خارج از کتاب باشه میتونه توی آزمون‌های ماز حداقل براتون سوال مطرح کنه، چون اگه بیایم توی شکل شمارش کنیم میتونیم به این موضوع برسیم. خب پس هیچ پیوند هیدروژنی تشکیل نمیده توی ساختار مارپیچ. 2 با 6، 3 با 7، 4 با 8، 5 با 9 و به همین ترتیب تا آمینو اسید پایانی پیش میریم و ساختار مارپیچ تشکیل میشه. ساختار سوم، ما اینجا مثلا یه ساختار سومی رو داریم که عرضم به خدمتت یه پروتئین، یک رشته پلی‌پپتیدی، یه قسمتش ساختار مارپیچ گرفته، یه قسمت‌هایش ساختار حالا مشخصی ندارند، کاری نداریم، یه قسمتی ساختار صفحه‌ای گرفته، اینها میتونن حتی آمینو اسید باشن، حتی میتونن یه سری پیوند باشن، ما کاری به اینا نداریم. اوکی؟ صرفا میخواد اینو بگه یه توی ساختار سوم ما میتونیم توی یک رشته پلی‌پپتیدی هم ساختار مارپیچ رو داشته باشیم، هم ساختار صفحه‌ای، هم ساختارهای دیگری که توی این کتاب برای ساختار دوم ما معرفی نکردیم. خب توی ساختار سوم میتونیم انواعی از ساختار دوم رو در یک رشته پلی‌پپتیدی داشته باشیم. عملاً هر رشته پلی‌پپتیدی فقط میتونه ارزم به محضرت که ساختار دوم ساختار مارپیچی به خودش بگیره یا ساختار صفحه‌ای ولا غیر نداریم. اوکی؟ و بعدش هم حالا پیوندهای دیگری که تو متن توضیح میدم که اینجا میتونه وجود داشته باشه. و اما ساختارهای سوم میان در کنار هم قرار میگیرند. اوکی؟ و ساختار چهارم رو تشکیل میدن که این ساختار چهارم میتونه 2 تا زیرواحد داشته باشه، میتونه 3 تا زیرواحد، میتونه 4 تا زیرواحد، میتونه n تا زیرواحد داشته باشه که در کنار هم قرار میگیرند از ساختار سوم و ساختار چهارم رو تشکیل میدن. خب ساختار اول پروتئین، توالی آمینو اسیدها، نوع، تعداد، ترتیب و تکرار آمینو اسیدها ساختار اول پروتئین ها را تعیین میکند. این را هم علامت بزن. حالا بیا با جمله اول گفتاریه مقایسه بکن. نوع، ترتیب و تعداد آمینو اسیدها ساختار و عمل آنها رو مشخص میکند. خب بعد میاد اینجا میگه که نوع، تعداد، ترتیب و تکرار آمینو اسیدها ساختار اول پروتئین ها را تعیین میکند. توی امتحان نهایی اگه بخواد سوال گیر پیچ بده حتی توی کنکور میتونه این رو به عنوان یه سوال براتون داشته باشه. ساختار اول با ایجاد پیوندهای پپتیدی بین آمینو اسیدها شکل میگیرد و خطی است. این پیوند در واقع نوعی پیوند اشتراکی است. تغییر آمینو اسید در هر جایگاه موجب تغییر در ساختار اول پروتئین می شود و ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد. چرا میگه ممکن است؟ مثلا فرضاً توی بحث آنزیم ها
اگر این تغییر در جایگاه فعال نباشه میتونه اصلا عملکردشو هیچ تغییری نده درش. اوکی؟ خاطر همین میگه ممکن است. با در نظر گرفتن 20 نوع آمینو اسید و اینکه محدودیتی در توالی آمینو اسیدها در ساختار اول پروتئین ها وجود ندارد، پروتئین های حاصل می توانند بسیار متنوع باشند که توضیحش رو دادم. با توجه به اهمیت توالی آمینو اسیدها در ساختار اول که بالاخره نوع، تعداد، ترتیب و تکرار آمینو اسیدها ساختار اول پروتئین ها رو تعیین میکنه، دیگه تقریبا همه چیز پروتئین دیگه. خب همه سطوح ساختاری دیگر در پروتئین ها به این ساختار بستگی دارند. بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت هستش. خب بله. ساختار دوم، الگویی از پیوندهای هیدروژنی. دوستان اینها رو یه تعبیری بزنید، حتی برای ساختار اول. یادم رفت بگم توالی آمینو اسیدها به یه تعبیری برای ساختار اول پروتئین هستش. بین بخش‌هایی از زنجیره پلی‌پپتیدی می‌تواند پیوندهای هیدروژنی برقرار شود. این پیوندها منشأ تشکیل ساختار دوم در پروتئین‌ها هستند که به چند صورت دیده می‌شوند. دو نمونه معروف آنها ساختار مارپیچ و صفحه‌ای است. اوکی؟ پس فقط مارپیچ و صفحه‌ای نیست و اون عاملی که باعث میشه ساختار دوم تشکیل بشه پیوندهای هیدروژنی هستش که توی شکل هم من در رابطه با ساختار مارپیچ و صفحه‌ای توضیحش رو خدمتتون دادم. ساختار سوم، تاخورده و متصل به هم. یک تعبیر برای ساختار سوم. تعبیرات دیگرش هم در متن هستش که میگه در ساختار سوم تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ‌ها رخ میدهد. تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ‌ها و پروتئین‌ها به شکل‌های متفاوتی در میآیند. تشکیل این ساختار در اثر برهم‌کنش‌های آبگریز است. خب اینم تعبیر دوم برای ساختار سوم. به این صورت که گروه‌های آر آمینو اسیدهایی که آبگریزند، اینم یه اثبات دیگر برای اینکه آمینو اسید گروه آر آمینو اسید میتونه هر تیپ و استایلی داشته باشه، صرفاً همیشه آبگریز نیست، تا در معرض آب نباشند. اوکی؟ مثل صابون دیگه. اگه از فصل 1 12 شیمی یادتون باشه، ارزم به خدمت گروه قسمت‌های آبگریز، ارزم به خدمتت که صابون میان در کنار هم قرار میگیرن، حباب تشکیل میدن که در معرض آب نباشند. سپس با تشکیل پیوندهای دیگری مانند هیدروژنی، دوباره اینجا هیدروژنی رو داریم، اشتراکی و همون کوالانسی و یونی. اوکی؟ ساختار سوم پروتئین تثبیت می شود. گروه های آر آمینو اسیدها به یکدیگر نزدیک میشن، در معرض آب نباشند، به یکدیگر نزدیک میشن. کلمات رو دقت کن، نگفته با هم پیوند تشکیل میدن، به هم نزدیک میشوند. اوکی؟ بعدش یه سری پیوندهایی تشکیل میشه مثل هیدروژنی، اشتراکی و یونی که اینها باعث میشه که این به هم نزدیک شدنشون تثبیت بشه. توجه کردید؟ خب و اون ساختار دیگه فیکس بمونه. مجموعه این نیروها قسمت‌های مختلف پروتئین را به صورت به هم پیچیده در کنار هم نگه می‌دارند. خب نوشته شکل 17P که توضیحش رو دادم. بنابراین با وجود این نیروها پروتئین‌های دارای ساختار سوم ثبات نسبی دارند. تعبیر دیگری برای ساختار سوم. اوکی؟ اینها رو تعبیرها رو علامت بزنید. ازتون سوال میپرسه. مثلا میاد میگه ساختاری که در آن پروتئین ها ثبات نسبی دارند. باید بدونید چی رو میگه. خب ایجاد تغییر در پروتئین، حتی تغییر یک آمینو اسید هم میتواند ساختار و عملکرد آن را به شدت تغییر دهد. میتواند هم ندهد. خب میوگلوبین نمونه ای از پروتئین ها با ساختار سوم است. اوکی؟ که اینجا میبینیم یک ساختاری رو تشکیل داده، ملاحظه میکنید، و یه گروه هم رو داریم مثل دیسک هستش، مثل حالا CD، و یک حالا سوراخی انگار وسط اون CD وجود داره و یک ارزم به خدمت Fe2 مثبت اینجا وصل میشه
در واقع، و اکسیژن میاد به این Fe2 مثبت وصل میشه. این 2 مثبت رو قشنگ هایلایت کن. خب اکسیژن میاد به این متصل میشه و اینجا اون ساختار رو در واقع اون اکسیژن وصل شدن رو ما به این حالت داریم و این هم که زنجیره پپتیدی هستش که حالت مارپیچ رو ما بیشتر درش میبینیم. اوکی؟ اینجا اون چیزی که واضحه ساختار مارپیچ هستش که دیگه به حالت مارپیچ قرار گرفت. میتونه سوال مطرح کنه، هرچند واضح نیست دقیقاً، ولی خب ما اون ساختاری که میتونیم اینجا در نظر بگیریم برای ساختار دومش مارپیچ هستش. ساختار چهارم آرایش زیرواحدها، تعبیری برای ساختار چهارم. بعضی پروتئین ها ساختار چهارم دارن. اینجا یه اشاره‌ای بکنم، همه پروتئین ها تا ساختار سوم رو دارند. بعضی از مدرسین محترم ادعا می‌کردند که حالا ساختار دوم رو هم ما در نظر بگیریم، ولی خب من توی تست هایی که توی منابع استاندارد، توی آزمون های آزمایشی استاندارد و توی کنکور دیدم، پروتئین ها رو حداقل تا ساختار سوم من دیدم و هیچ پروتئینی ندیدم، هیچ سوالی ندیدم که بیاد ساختار دوم رو برای پروتئین به عنوان ساختار نهاییش در نظر بگیره. بعضی پروتئین ها ساختار چهارم دارند. این ساختار هنگامی تشکیل می‌شود یا شکل می‌گیرد که دو یا چند زنجیره پلی‌پپتید در کنار یکدیگر پروتئین را تشکیل دهند. دو یا چند، یعنی حداقل دو، بالاخره دو تا باید کنار هم قرار بگیره دیگه، و 3 و 4 و الی آخر. در این ساختار هر یک از زنجیره‌ها نقش کلیدی در شکل‌گیری پروتئین دارند. نحوه آرایش این زیرواحدها در کنار هم ساختار چهارم پروتئین ها نامیده می شود. حالا اینها به چه حالتی کنار هم قرار بگیرند و چه ارزم به خدمت ساختاری رو تشکیل بدند، خب، و پروتئین کامل تشکیل شده چه شکل سه‌بعدی به خودش بگیره، این میشه ساختار ساختار چهارم پروتئین. هموگلوبین از 4 زنجیره پلی‌پپتیدی تشکیل شده است. 2 زنجیره از نوع آلفا و 2 زنجیره از نوع بتا هستش که می‌بینید به حالت ضربدری و روبرویی قرار گرفتن. هر نوع زنجیره ترتیب خاصی از آمینو اسیدها را در ساختار اول دارند و در کل ما در هر هموگلوبین 2 نوع 4 تا زنجیره داریم، 2 نوع ترتیب خاصی از آمینو اسیدها در ساختار اول، یک نوش برای زنجیره آلفا، یک نوش برای زنجیره بتا. در ساختار دوم به شکل مارپیچ در میآیند. این هم یک دلیلی برای اینکه ما بتونیم میوگلوبین رو هم این ساختار دومش رو مارپیچ در نظر بگیریم. اینم سندش. اوکی؟ من چون این مارپیچ رو یه جایی دیده بودم، یه لحظه الان در حین تدریس فراموشش کردم. در ساختار سوم هر یک از زنجیره‌ها به صورت یک زیرواحد تا خورده و شکل خاصی پیدا می‌کند. در نهایت در ساختار چهارم این 4 زیرواحد در کنار هم قرار گرفته و هموگلوبین را تشکیل می‌دهد. کل اینهایی که اینجا نوشته، ببین ترتیب خاصی از آمینو اسیدها توی هموگلوبین ما میگیم 2 نوع، ساختار دومش میگیم 1 نوع، همش مارپیچه. ساختار سوم هر یک از زنجیره‌ها به صورت یک زیرواحد تا خورده شکل خاصی پیدا می‌کند. آلفا شکل خاص خودشو داره، بتا شکل خاص خودشو، میگیم 2 نوع، و بعدش هم اینا میان در کنار هم قرار میگیرن به صورت ضربدری و ساختار چهارم رو تشکیل میدن. اکسیژن هم میاد به 4 تا گروه هم که Fe2 مثبت دوباره داره، اینجا هم علامت بزن، وصل میشه و ظرفیت هر هموگلوبین رو هم اینجا میبینید شما. بسیار عالی. نقش پروتئین ها. البته قبلش این فعالیت رو من روش رو فقط بخونم. با استفاده از 2 یا چند مفتول فلزی ساختار دوم، سوم و چهارم پروتئین ها مدل سازی کنید. چشم. نقش پروتئین ها. پروتئین ها متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی هستند. 4 نوع مولکول زیستی داشتیم. متنوع ترین گروه مولکول زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی میشه پروتئین ها. دلیلش رو هم که عرض کردم که جایگشت های آمینو اسیدها چند نوع میتونن باشند.
پروتئین‌ها در فرآیندها و فعالیت‌های متفاوتی شرکت دارند، از جمله فعالیت آنزیمی که در آن به صورت کاتالیزورهای زیستی عمل می‌کنند و سرعت واکنش شیمیایی خاصی را زیاد می‌کنند. این یک عمل کردش که به وفور در قسمت‌های مختلف کتاب درسی هر در واقع پایه ما داریم. بعضی دیگر از پروتئین‌ها به صورت گیرنده‌هایی در سطح یافته‌ها قرار دارند. خب مثلا گیرنده‌های آنتیژنی در سطح لمفوسیت‌ها نمونه ای از این پروتئین‌ها هستند که خب اینها با توجه به حالا موضوعاتی که ما در فصل ایمنی میخونیم، با توجه به شکل‌ها این گیرنده‌های آنتیژنی رو ساختار چهارم در نظر میگیریم. برخی پروتئین‌ها مثل هموگلوبین گازهای تنفسی را در خون منتقل میکنن که حالا توی صفحه قبل هم خوندیم که هموگلوبین ساختار 4 داره. پمپ سدیم پتاسیم نیز که با آن آشنا هستید، فصل 1-11 پروتئینی است که در غشا وجود دارد. این پمپ یونهای سدیم و پتاسیم را در عرض غشا جابجا می‌کند و فعالیت آنزیمی هم دارد. آیا محل فعالیت و نقش آنزیمی این پمپ را به یاد دارید که میگیم حالا عرضم به محضرت که داخل در واقع غشای در واقع قسمت درونی سلول هستش که توی صفحه 4 زیست 11 اون زمانی که عرضم به محضرت که این پمپ سدیم پتاسیم به سمت بیرون باز میشه که سدیم ها برن، خب ATP که در قسمت درونی بالاخره سلول هستش، ATP داخل سلول دیگه، خب این پروتئین قسمت آنزیمیش میاد تبدیلش میکنه به ATP و فسفات که از اون طرف هم پتاسیم ها میان بهش میچسبند و در جایگاه خودشون قرار میگیرند. کلاژن پروتئینی است که باعث استحکام بافت پیوندی می شود. فصل 1-10 زردپی و ربات مقدار فراوانی از پروتئین کلاژن دارند. انقباض ماهیچه‌ها نیز ناشی از حرکت لغزشی دو نوع پروتئین روی یکدیگر، یعنی اکتین و میوزین است. دقت کن نگفته که ماهیچه‌های حتما حرکتی یا ماهیچه‌های قلبی، کلا هر نوع ماهیچه انقباضش و حتی سلول ها توی فصل 6-11 وقتی که میخوان کمربند انقباضی تشکیل بشن، این کمربند انقباضی ناشی از پروتئین های اکتین و میوزین هستش که در کنار هم قرار میگیرن و کمربند انقباضی رو تشکیل میدن و یک سلول تبدیل میشه به 2 سلول. عرضم به محضرتون که صرفا تفاوتی که ماهیچه های حرکتی و قلبی، حالا ماهیچه های خطدار هستند دیگه، قلبی هم خطدار هستش، خب با ماهیچه صاف داره اینه که توی اینها یک حالت خاصی داره که حالا توی ماهیچه ارزم به خدمتت یه اسکلتی حالت سارکومر رو به خودش میگیره. ما توی مثلا ماهیچه صاف ما ساختارش رو، فیگورش رو نمیخونیم که چگونه هستش، یا توی حلقه انقباضی ما این رو نمیدونیم چه حالتی هستش. اوکی؟ از دیگر پروتئین ها میتوان به هورمون ها اشاره کرد. بیشتر هورمون ها از جمله اکسیتوسین و انسولین که پیام های بین یافته‌ای را در بدن جانوران رد و بدل میکنند تا تنظیم های مختلف در بدن انجام شود پروتئینی هستند. خب بیشتر هورمون ها، خب همینجا جاشه که بنویسید ما 5 نوع هورمون توی بدن داریم که عرضم به محضرت که ساختارشون پروتئینی نیست. به جز این 5 تا بقیه هورمون هایی که خدمتتون معرفی میشه ساختار پروتئینی در نظر میگیره. تستوسترون، عرضم به خدمتت که استروژن، پروژسترون، خب آلدوسترون و کورتیزول. اینها 5 هورمونی هستند که ساختار حالا اصطلاحا میگن استروئیدی دارن، یعنی پایه‌شون کلسترول هستش. یه سرچی توی گوگل بزنید میبینید که اصلا تیپ و استایلشون هم خیلی شبیه کلسترول هستش. خب فقط حالا اومده کلسترول یه قسمتش مثلا یه حلقه بنزن وصل شده، یه قسمتش یه نمیدونم ترکیب خاصی متصل شده مثلا آلدوسترون. اوکی؟
زیاد تفاوتی با کلسترول ندارند اینها. بقیه هورمون ها رو ما پروتئین میگیم. همچنین پروتئین هایی مثل مهار کننده ها که بعدا با آنها آشنا خواهید شد که خب اگر ارزم به محضرت که فرصتی پیش بیاد اون رو هم تدریس خواهم کرد خدمتتون. تو بحث تنظیم بیان ژن داریمش. نقش‌های تنظیمی متعددی را در فعال و غیر فعال کردن ژن ها بر عهده دارند. بسیار خوب. میریم سراغ آنزیم ها. واکنش های شیمیایی در صورتی سرعت مناسب میگیرند که انرژی اولیه کافی برای انجام آن وجود داشته باشد. اوکی؟ این انرژی را انرژی فعال سازی میگویند. انجام واکنش ها در بدن موجود زنده نیز که با عنوان کلی سوخت و ساز مطرح می شود، روش بنویس متابولیسم. این کلمه را هم گاهی استفاده میکنه. همینطور هستند. این واکنش ها با حضور آنزیم انجام می شوند. آنزیم امکان برخورد مناسب مولکول ها را افزایش و انرژی فعالسازی واکنش را کاهش می‌دهد. همچنین با این کار سرعت واکنش‌هایی را که در بدن موجود زنده انجام شدنی هستند زیاد می‌کند. انجام شدنی هستن رو یه هایلایت قشنگ روش بکش. واکنشی که غیر قابل انجام هستش بهترین آنزیم رو هم بیاریم این واکنش از بیخ انجام نخواهد گرفت. بدون آنزیم ممکن است در دمای بدن سوخت و ساز یافته‌ها بسیار کند انجام شود و انرژی لازم برای حیات تأمین نشود. آنزیم‌های ترشحی دستگاه گوارش مثل آمیلاز بزاق و لیپاز در خارج یاخته عمل می‌کنند. خب اینجا برای اینکه یه نکته‌ای بشه بنویس پپسینوژن بعد از اینکه تبدیل به پپسین میشه. این هم خارج یافته‌ای هستش. ولی آنزیم‌های مؤثر در تنفس یافته‌ای، فتوسنتز و همانندسازی درون یاخته فعالیت میکنن که همانندسازی رو ما خوندیم و فتوسنتز و تنفس یاخته هم انشالله فصل 5 و 6. البته گروهی از آنزیم‌ها مثل پمپ سدیم پتاسیم فعالیت خود را در غشا انجام میدن. پس ما هم آنزیم درون یافته‌ای داریم، هم آنزیم برون یافته‌ای داریم و هم آنزیم غشایی داریم. ساختار آنزیم‌ها، بیشتر آنزیم‌ها پروتئینی هستند. توی تدریس گفتارهای قبل خدمتتون عرض کردم که تنها آنزیمی که ساختار غیر پروتئینی دارد و ساختار رنایی دارد آنزیم RNA هستش. خب که نقشش هم در ابتدای تدریس این مبحث بهتون اشاره کردم که اون پیوند پپتیدی رو تشکیل میده. خب در ساختار رنات هم وجود داره. بجز این آنزیم هر آنزیمی که در سطح کتاب درسی شما دیدید به عنوان آنزیم ارزم به محضرت که پروتئینی در نظر خواهید گرفت. هر آنزیمی به غیر از RNA. آنزیم‌ها در ساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال دارند. خب جایگاه فعال بخشی اختصاصی در آنزیم است که پیش ماده در آن قرار می‌گیرد. اوکی؟ بالاخره بر اساس این جایگاه فعال که پیش ماده میاد باهاش مکمل میشه، این پیش ماده میتونه با آنزیم متصل بشه دیگه. پس باید حتما این بخش در واقع جایگاه فعال اختصاصی باشد. ترکیباتی که آنزیم روی آنها عمل می کند پیش ماده و ترکیباتی که حاصل فعالیت آنزیم هستند فراورده یا محصول خوانده می شوند. یه چیزی هم خدمتتون اضافه بر سازمان عرض کنم که اگر شنیدید باعث تعجبتون نشه. یه ترکیباتی هم داریم که آنزیم از روی آنها ساخته می شود. به اینها هم میگن پیشساز. اوکی؟ از این آنزیم ها برای فعالیت دیگه صدام داره میگیره خیلی عذر میخوام. به یونهای فلزی مانند آهن، مس یا مواد عالی مثل ویتامین ها نیاز دارند. به مواد عالی هایلایت بزن که به آنزیم کمک میکنند کوآنزیم میگویند. پس به یونهای فلزی مثل آهن، مس یا کلسیوم توی فرآیند لخته خون فصل 4 دهم داریمش. خب به این نمیگن ارزم به خدمتت که کوآنزیم، اما به فاکتور 8 که یک ماده در واقع عالی هستش به این میگن کوآنزیم. هر دو توی لخته سازی خون کمک میکنند ولی یکیش کوآنزیم نامیده میشه یکیش نامیده نمیشه.
وجود بعضی مواد سمی در محیط مثل سیانید و آرسنیک میتواند با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم مانع فعالیت آن شود. بعضی از این مواد به همین طریق باعث مرگ میشوند. حالا یه سوال، این یونهای فلزی مانند آهن و مس یا این مواد عالی مثل ویتامین ها آیا میرن تو جایگاه فعال آنزیم قرار میگیرند؟ خیر. جایگاه فعال آنزیم یک قسمت اختصاصی هستش که قرار با اون پیش ماده مکمل بشه. ماده دیگری بیاد اینجا قرار بگیره، مثل همین کاری که سیانید و آرسنیک انجام میدن، باعث عدم این مکمل شدن میشه و باعث میشه که ارزم به محضرت که فعالیت آنزیم مختل بشه. اوکی؟ توی شکل هم ما داریم که ببینید برای ما کشیده این مبحث رو. ببینید یک پیش ماده ای میاد توی جایگاه فعال قرار میگیره، لزوما پیش ماده کامل قرار نمیگیره، میتونه کامل هم قرار بگیره، این رو هم داریم، ولی خب توی این شکل ما نداریم که کامل قرار بگیره. اوکی؟ میاد اینجا یک فرایندی صورت میگیره، یک ترکیبی شکسته، یک پیوندهایی شکسته میشه و تبدیل میشه به دو تا ترکیب مختلف. خب و اینها بهشون میگن محصول. و آنزیم هم دوباره دست نخورده باقی میمونه که برای پیش ماده بعدی و این چرخه ادامه خواهد داشت. اینجا هم برعکسش دو تا پیش ماده میان، باز هم در بخشی از جایگاه فعال قرار میگیرن. تکرار میکنم، میتونه کلا در جایگاه فعال قرار بگیره. خب بعدش یه سری فرآیندها انجام میشه که این ترکیب این دوتا ترکیب تبدیل میشن به یه ترکیب، سنتز میشن و آنزیم دوباره خالی میشه برای انجام دوباره این روند و به صورت دست نخورده باقی میمونه. که حالا اینجا اشاره کرده طرز عمل آنزیم در واکنش‌های سوخت‌وسازی الف تجزیه به ترکیب. هر آنزیم روی یک یا چند پیش ماده خاص مؤثر است. خب دقت کن، روی یک یا چند پیش ماده خاص. الا والله هر آنزیم فقط یک پیش ماده نه. همین بالا ما میبینیم دیگه دو نوع پیش ماده داریم که یک آنزیم روشون ارزم به خدمتت که تأثیر میذاره، یا مثلا یک نوع پیش ماده داریم یک آنزیم روشون تأثیر میذاره. اوکی؟ پس یک یا چند پیش ماده. بنابراین گفته میشود که آنزیم ها عمل اختصاصی دارند. چرا اختصاصی میگه اینجا؟ چون آقا دیگه یه تعداد محدودی پیش ماده میتونه روش اثر کنه، در واقع روی اون پیش ماده ها اثر کنه این آنزیم. شکل آنزیم در جایگاه فعال با شکل پیش ماده یا بخشی از آن مطابقت دارد یا بخشی از آن. شکل پیش ماده یا بخشی از آن. می‌بینی برای بار سوم تاکید میکنم، این پیش ماده میتونه کامل در جایگاه فعال قرار بگیره، میتونه بخشیش در جایگاه فعال قرار بگیره و به اصطلاح مکمل یکدیگرند. روی مکمل بنویس مشابه، با خودکار قرمز روش ضرب در بکش. اگرچه آنزیم ها عمل اختصاصی دارند، ولی برخی از آنها بیش از یک نوع واکنش را سرعت میبخشند. آیا میتوانید مثالی از این نوع آنزیم بیاورید؟ این رو میذارم به عهده شما. اوکی؟ خب من توضیح بدم. به عنوان مثال دنابسپاراس. به عنوان مثال حالا توی فصل 5 و 6 این رو بیشتر باهاش کار داریم، روبیسکو. اوکی؟ اینها آنزیم هایی هستند که بیش از یک نوع واکنش را سرعت میبخشند و آنزیم های دیگری که احتمالاً به ذهن شما هم اومد. آنزیم ها در همه واکنش های شیمیایی بدن جانداران که شرکت می کنند سرعت واکنش را زیاد می کنند. بچه ها نگفته هر آنزیم در همه واکنش ها، کلن آنزیم ها در همه واکنش ها شرکت می کنند. واکنش های انجام شدنی، این انجام شدنی هم کاش اینجا بنویسید. سرعت واکنش را زیاد می کنند، اما در پایان واکنش ها دست نخورده باقی می مانند تا بدن بتواند بارها از آنها استفاده کند. بالا توضیح دادم. به همین دلیل یافته‌ها به مقدار کم به آنزیم ها احتیاج دارند. البته به مرور مقداری از آنها از بین می روند، بالاخره استهلاک دیگه، و یاخته مجبور به تولید آنزیم های جدید می شود. اوکی؟ عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیم ها. عوامل متعددی از جمله pH، دما، غلظت آنزیم و
پیشماده بر سرعت فعالیت آنزیم ها تاثیر میگذارند. حالا این تاثیر چگونه هستش جلوتر میخونیم. pH محیط، pH بیشتر مایعات بدن بین 6 و 8 است. چرا گفته بیشتر؟ الان جلوتر توضیح میده خودش. مثلا pH خون حدود 7 و 4 دهم است. عددش رو حفظ کن. البته pH بعضی از بخش‌ها خارج از این محدوده هستند. یکی از این موارد pH ترشحات معده است که در حدود 2 می باشد. اوکی؟ این هم دلیل این قید بیشتر. هر آنزیم در یک pH ویژه بهترین فعالیت را دارد که به آن pH بهینه میگویند. مثلا pH بهینه پپسین حدود 2 است. خب در حالی که آنزیم هایی که از لوزالمعده به روده کوچک وارد میشوند pH بهینه حدود 8 دارند. اوکی؟ تغییر pH محیط با تأثیر بر پیوندهای شیمیایی مولکول پروتئین میتواند باعث تغییر شکل آنزیم شود و در نتیجه امکان اتصال آن به پیشماده از بین برود. در نتیجه میزان فعالیت آن تغییر میکند. عملکردی که حالا ارزم به خدمتتون که داریم توی بحث بیماری دیابت که اسیدی شدن خون باعث میشه که بالاخره فرد حتی تا خطر مرگ هم پیش بره. دما، آنزیم‌های بدن انسان در دمای 37 درجه سانتیگراد بهترین فعالیت دارند. نه همشون. این آنزیم‌ها در دمای بالاتر ممکن است شکل غیر طبیعی یا برگشت ناپذیر پیدا کنند و غیر فعال شوند. آنزیم‌هایی که در دمای پایین غیر فعال می‌شوند با برگشت دما به حالت طبیعی می‌توانند به حالت فعال برگردند. اینی که گفتم نه همشون در دمای 37 درجه آنزیم‌های مربوط به بیضه مرد که تو فصل هفته 11 این رو میخونیم که دمای بهینه‌شون 37 درجه سانتیگراد نیست. حالا یه نکته اینجا وجود داره. عرضم به خدمت دمای بالاتر شکل غیر طبیعی یا برگشت ناپذیر و غیر فعال، اما دمای پایین غیر فعال میشوند ولی با برگشت دما به حالت طبیعی میتوانند به حالت فعال برگردند. دیگه دمای پایین باعث شکل غیر طبیعی در آنزیم ها نمی شود. این رو دقت کن. مثالش هم خدایی نکرده اندام قطع شده بدن رو اگر خدایی نکرده موردی براتون پیش بیاد یا ببینید، انشالله توی علم پزشکی به وفور خواهید دید این موضوع رو در بیمارستان، متاسفانه ولی خب حقیقتی هستش که خواهید دید. بهترین کار این هستش که این اندام رو بذارید داخل یک کیسه نایلون تمیز، خب، و بعدش این رو بذارید داخل یخ، خب، و این باعث میشه که دماش بیاد پایین و آنزیم ها غیر فعال بشن به صورت موقت. بعد این رو میارن حالا پیوندش رو که انجام میدن این دوباره برمیگرده به حالت طبیعی خودش و اون پس زدن رو، احتمال پس زدن رو به شدت کاهش میده. این هم مثالی برای این که یادتون باشه که توی دمای پایین غیر فعال بشه میتونه برگرده به حالت عادیش، توی دمای بالا چون شکل غیر طبیعی رو هم پیدا میکنه دیگه نمیتونه برگرده به ارزم به خدمتت که حالت طبیعیش و غیر فعال میشه. قلت آنزیم و پیشماده، مقدار بسیار کمی از آنزیم کافی است تا مقدار زیادی از پیشماده را در واحد زمان به فراورده تبدیل کند. چرا؟ توضیحش رو گفت دیگه. یک آنزیم چندین بار یک واکنش را انجام میده. اگر مقدار آنزیم زیادتر شود تولید فراورده در واحد زمان افزایش می‌یابد. اوکی؟ افزایش غلظت پیشماده در محیطی که آنزیم وجود دارد نیز میتواند تا حدی باعث افزایش سرعت شود، ولی این افزایش تا زمانی ادامه یابد که تمامی جایگاه فعال آنزیم‌ها با پیشماده اشغال شوند. در این حالت سرعت انجام واکنش ثابت می شود که نمونه‌های بارز این رو در نمودارهای فصل 6-12 ما خواهیم داشت که بعد یک مدت فعالیت اون آنزیم هایی که توی فتوسنتز عمل میکنن یه حالت خط راست میگیرن که در جایگاه خودش انشالله خدمتتون توضیح خواهم داد. گفته می شود تب بالا خطرناک است. بین این مسئله و فعالیت آنزیم ها چه ارتباطی میبینید؟ خب همون بالا رفتن تب باعث میشه که دمای بدن حالت غیر طبیعی پیدا کنه و آنزیم ها شکل غیر طبیعی پیدا کنن که متاسفانه اگر برگشت ناپذیر باشه بالاخره
میتونه باعث مشکلات فراوان و حتی مرگ بشه. با توجه به تاثیر متفاوت دمای کم و زیاد روی آنزیم ها، از این ویژگی آنزیم ها در آزمایشگاه چگونه میتوان اشاره کرد، این رو هم خدمتتون حالا یه نمونهش رو اشاره کردم در مورد اندام قطع شده. کاربرد آنزیم ها در صنعت. دوستان این قسمت محتوای حفظی داره، یک مقدار بهش دقت داشته باشید. از آنزیم‌ها در صنایع متفاوتی مانند تولید دارو، خوراکی، آشامیدنی و سوخت‌های زیستی استفاده می‌شود. مثلا آنزیم سلولاز که در تجزیه سلولوز به گلوکوز نقش دارد، از آنزیم‌های مورد استفاده در کاغذسازی و تولید سوخت زیستی است. پس سلولاز در تجزیه سلولوز به گلوکوز نقش دارد، زیر واحدش از آنزیم‌های مورد استفاده در کاغذسازی است و تولید سوخت زیستی است. حالا یه نمونه‌هایش رو هم توی فصل 1 اشاره کرده. آنزیم‌ها در صنایع غذایی به ویژه صنایع لبنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. مایع پنیر در واقع نامی عمومی برای آنزیم‌هایی است که با دلمه کردن پروتئین شیر آن را به پنیر تبدیل می‌کنند. مایع پنیر رو قشنگ زیرش خط می‌کشی، هایلایت می‌کشی. نام عمومی برای آنزیم‌هایی است که با دلمه کردن پروتئین شیر آن را به پنیر تبدیل می‌کنن. بچه‌ها این دلمه نیستا. خب دلمه کردن یعنی همون حالتی که شیر اصطلاحاً میگن میبره. خب مایع پنیر را به طور سنتی از معده نوزادان شیرخواران، در واقع جانورانی مانند گوسفند و گاو به دست میآورند. خب نمیان نوزاد انسان رو بکشن به خاطر مایع پنیر. امروزه انواعی از مایع پنیرها وجود دارد که از گیاهان و ریزجانداران یعنی میکروارگانیسم‌ها به دست میآیند. دیگه از این روش هم نیاز نیست بهره گیری بشه که این مربوط میشه به فصل 7-12 که در جایگاه خودش توضیح خواهیم داد. در صنایع شوینده با استفاده از لیپازها، پروتئازها و آمیلازها انواعی از شوینده ها با قدرت تمیز کنندگی بالا تولید میشوند. به نظر شما علت استفاده هر یک از این آنزیم ها در شوینده ها چیست که باز هم فصل 7-12 به تفصیل این مورد رو توضیح داده. بسیار عالی. خیلی خوشحال هستم که این محتوا رو هم تونستم حالا علیرغم حال بدم در اختیارتون قرار بدم. 2 مرتبه عذرخواهی میکنم بابت صدای بیحال و گرفته خودم. امیدوارم که بتونم با تدریس کل نیم سال 1-12 شما رو به عرضم به محضرتون که آزمون 21 دی ماه برسونم. انشالله اینها رو آپلود میکنم و محتوای دیگر رو هم در صورتی که حال جسمیم اجازه بده خدمتتون تدریس خواهم کرد. در غیر این صورت به طب شرمنده شما خواهم شد. امیدوارم که این اتفاق رخ نده و بتونم این محتوا رو هم هرچه سریعتر براتون آماده کنم. دوباره تاکید میکنم دوستان این محتوا یک محتوای کاملا خلاصه و کاملا نکته محور هستش. تدریس های جامع من رو اگر نمونش رو میخواهید ببینید به ویدیوهای دیگر مراجعه کنید و در اونها جستجو بفرمایید. من انشالله بعد یه مدت دوباره نظرسنجی های مربوط به تدریس رایگان رو برقرار خواهم کرد که انشالله شما عزیزان در چنل تلگرام یه نظرسنجی میذارم اونجا شرکت کنید و محتوایی رو که از بین گزینه‌هایی که در اختیارتون میذارم انتخاب کنید که انشالله من اون تدریس رو خدمتتون ارائه بدم که ازش استفاده لازم رو ببرید. روز و روزگارتون خوش و خرم. راستی لایک و کامنت یادتون نره. انتقاد، پیشنهاد، نظر و سوال در خدمتتون هستم. شاد باشید.